اگه فکر میکنی تابستون یعنی لباسای خنک و راحت، باید بهت بگم که نصف ماجرا رو جا انداختی، چون این اکسسوریان که تابستون واقعی رو میسازن. امروز تو این ویدیو میخوام بهت از اکسسوریایی بگم که یه لباس معمولی رو به یه استایل خیلی شیک و جذاب تبدیل میکنه. بریم شروع کنیم. سلام به همه، من پونم و به چنل یوتیوب من خیلی خوش اومدید. تابستون با اکسسوریه که معنی پیدا میکنه. اکسسوریا تو تابستون نقش خیلی مهم و پررنگی پیدا میکنن، تکمیل کننده ی استایل میشن. اکسسوریایی که بزرگن، توی چشمن، شاخصن و برای جلب توجه هستن، طراحی میشن. من امروز تو این ویدیو میخوام این اکسسوریا رو بهتون معرفی کنم. اولین آیتمی که میخوام بهتون بگم این توت بگای حصیری هن. جنس حصیر کلا امسال خیلی زیاد ترند شده. حالا در ادامه آیتم‌های دیگه‌ش هم بهتون میگم. ولی کیفایی که از جنس حصیری هن و جنسای بافته شده دارن خیلی زیاد امسال محبوبن. این مدل‌ها چون که بزرگن و تو حالت توت بگ میاد، خیلی کاربردی ان. برای استایل روزانه عالیه. بزرگ، همه وسایلمون رو میتونیم بریزیم توش و بریم بیرون به کارامون برسیم. استایل کردنش خیلی راحته. با جین خوب میشه، با لینن خوب میشه، با ستای تابستونی عالی میشه. یعنی کار خیلی سختی برای استایل کردنش نداریم. معمولا تو مدلای بدون ساختار میاد، انگار فرم طبیعی خودشو داره، حالت سبکی داره، روونی داره. این مدل یه مزیتی که داره نسبت به چرم اینه که چرم، حالا کیفای چرم توی تابستون به خاطر آفتاب انگار سنگین میشه، گرم میشه، اما اینا هنوز اون سبکی و راحتی خودشونو حفظ میکنن. اصلا انگار برای تابستونن، حس و حال تابستونو دارن. اکسسوری دومی که میخوام بهتون بگم عینک آفتابیه که تو فرمای مربع و مستطیل بزرگ میاد. دیگه از اون مدلای خلبانی یا مثلا کت آیا، چشم گربه یا ریبنا، از اینا داریم یه کوچولو فاصله میگیریم، داریم میریم به سمت این مدل عینک‌ها، این مدل فرما. این مدل عینک‌ها به خاطر اینکه فضای زیادی از صورت رو میگیره، نقش حفاظتی خوبی رو هم میتونه ایفا بکنه در مقابل آفتاب. فقط حواستون باشه اگر میرین از این عینک‌ها بخرین یا هر مدل عینک آفتابی که بخرین، به یوویش خیلی دقت کنین که یووی واقعی داشته باشه، که حالا علاوه بر اینکه قرار زیبایی به استایلتون بده، یه اکسسوری خیلی خیلی خوشگله، نقش محافظتی از چشماتون رو هم خوب ایفا بکنه. این مدل عینک‌ها یه حس و حال و وایب کلاسیک دهه 70 رو داره. تو رنگ‌های کلاسیک هم انتخابش کنین، قهوه‌ای، مشکی. حواستون هم باشه، درسته که ذات این عینک‌ها و این فرما بزرگه، اما دیگه در حدی نباشه که انگار صورت شما پشت این عینک قایم شده. یه مرزی داره، باید بزرگ باشه اما یه جوری نباشه که انگار چهرهتون رو کاور کرده کاملا. اینو دقت بکنید بهش. این مدل عینک‌ها به خاطر اون خطوط هندسی که داره، چهره رو خیلی متعادل و متناسب نشون میده، انگار یه شیکی و با کلاسی میاره توی صورت. من خیلی عاشقشونم. و یه اکسسوری شاخص بزرگ جلب توجه میکنه. بر همین شما اگه یه استایل خیلی ساده هم بپوشین، یه شومیز و شلوار هم بپوشین، این عینک‌ها رو بزنین، استایلتون خیلی بروز دیده میشه. قبل از اینکه بخوام آیتم بعدی رو بگم، میخوام ازتون خواهش کنم که ویدیو رو لایک بکنین و اگر چنل رو سابسکرایب نکردین، لطفاً حتما همین الان سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا ویدیوی بعدی رو از دست ندین. بریم سراغ آیتم بعدی. بهتون گفتم که آیتم حصیر کلا امسال خیلی زیاد ترند شده برای تابستون. الان میخوام بهتون کلاهای حصیری رو بگم. کلاهای حصیری لبه‌دار هم جزو آیتم‌های خیلی جذابه. اگر جای ساحلی میرین، اگر جای ساحلی زندگی میکنین، مسافرت میرین، این کلاها برای تکمیل کردن استایلتون بی‌نظیر، تاثیر فوق‌العاده‌ای داره. با این پیراهن ساحلی‌ها بپوشین اصلا عالی میشه. فقط اینا رو تو رنگ‌های طبیعی خودشون بخرین. اگر مدل‌های رنگ شده‌شو بخرین، انگار ارزون نشون میده، چیپ نشون میده، بی‌کیفیت میشه. مدل‌های رنگ شده‌شو اصلا انتخاب نکنین. رنگ‌های طبیعی یه استایل تابستونی و یه حس و حال اروپایی انگار میده. هم نقش حفاظتی داره در مقابل آفتاب، هم یه حس و حال اروپایی و خوشگل. حالا همش که نمیتونیم از اون کیفای حصیری توت بگ استفاده کنیم و بزرگ.
اگر دنبال کیف کوچولویین، کراس بادیایی که چرمای بافته شده دارن امسال تابستون خیلی ترندن. تو رنگای خنثی و گرمی مثل قهوه‌ای و کرم خیلی محبوب و پرطرفداره و به خاطر اون ظاهر دستسازی که داره حس گرون بودن رو خیلی خوب القا میکنه، ظاهر رو خیلی شیک‌تر میتونه بکنه. ولی اگر میخواین از این کیفا بخرین حواستون به سایزش باشه. یه مدلی باشه که مثلا کیف پولتون، موبایلتون، کرم ضد آفتابتون، کلیداتون همه چی توش جا بشه که بتونین بذارین و برین بیرون و به همه کاراتون برسین. تو تابستون به خاطر اینکه هوا خیلی گرمه، رطوبت داره، شرجیه، معمولا موها رو وقتی درست میکنی یه کوچولو بعدش اگه بری بیرون خراب میشه، به اون حالت اولیه و خوش فرمی که حالا استایلش کردی برات نمیمونه، خراب میشه بعد از یه تایمی. امسال اکسسوریای مو از این اسکارفای مو خیلی زیاد ترند شده و به نظر من بیشتر از اینکه خوشگلی داشته باشه کاربردیه، چون میتونین به موهاتون ببندین، هم استایل خیلی شیک میده، هم از اون دردسری که وای موهام وست شد، فر شد، خراب شد، حالا چیکار کنم نجات پیدا میکنیم. یه دونه از این اسکارف ابریشمی یا روسری ابریشمی ها میتونیم ببندیم، مدل‌های مختلف هم میتونیم استایل کنیم، مثل هدبند ببندیم، دور دم اسبیمون ببندیم. عکس‌ها رو نگاه کنین چجوریه براتون دارم میذارم. یا مثلا دور شینیون پایینمون اونجوری ببندیم. خیلی میتونه کاربرد داشته باشه، استایل هم خیلی خوشگل میکنه. اگر از اینا داشته باشین، حالا علاوه بر این که میتونین موهاتون رو باهاش دیزاین بکنین، کاربردهای دیگه هم داره. مثلا میتونین دور گردنتون ببندین، یه استایلای خوشگل بسازین، دور بند کیفتون میتونین استایلش بکنین. یعنی اکسسوری خیلی کاربردی، نیاز واقعا داشته باشینش. تابستون ما معمولا دوست داریم که یه ذره لباسای گشادتر و اوورتر بپوشیم که حالا خورده احساس خنکی داشته باشیم، لباس نچسبه به تنمون. یه آیتمی که میتونه این لباسا رو هنوز ترندی کنه و باعث بشه جذاب به نظر برسن کمربنده. کمربندای چرمی امسال خیلی ترند شده، روی پیراهنای اوور میبندن، چون کمر رو مشخص میکنه باعث میشه که اندام انگار نشون داده میشه. کمر چون نشون معلوم میشه باعث میشه ظاهر خیلی خوش‌فرم‌تر خودشو نشون بده. هنوز لباس راحته ولی خب خیلی ترندی تر شده دیگه. فقط این کمربندا رو خیلی نباید سفت ببندین، هنوز باید یه ذره رها و راحت بسته بشه که احساس تابستون بودن رو القا بکنه. روی پیرن تابستونیا با این کلاه حصیریا و صندل عالی میشه. تا راجع به صندل داریم میگیم، صندل هم بگم که امسال صندل‌های تخت، صندل‌های دوبندی چرمی خیلی مد شده. خیلی زیاد من دارم تو رنگ‌های قهوه‌ای می‌بینم، تو حالا مدیا که دنبال می‌کنم رنگ‌های قهوه‌ایش خیلی زیاد داره دیده میشه. این مدل صندل‌ها در عین سادگی و در عین اینکه هیچ تلاش خاصی نمی‌کنی خیلی ظاهر و گرون و شیک نشون میده. و آیتم بعدی هم که می‌خوام بهتون بگم این توتایی‌ان که کنفی‌ان، دسته چرمی دارن، بیشتر تو رنگای کرم و بژ میاد. فقط حواستون باشه جنس کنفش نباید خیلی نازک باشه، چون وقتی خیلی نازکه زود چلوول میشه و از ریخت و قیافه کیفتون میفته. یک کوچولو باید ضخیم باشه و اون دسته چرمیش باعث میشه که گرون خودشو نشون بده، شیک‌تر خودشو نشون بده. این ویدیو جزو ویدیوهای ترندهای تابستونه که من یه پلیلیست برای این موضوع دارم. این ویدیو رو میذارم توی اون لینکشو براتون میذارم که اگر دوست دارین بتونین بقیه ویدیوها رو هم ببینین. دو تا از ویدیوهای پیشنهادی من براتون میذارم اینجا که بعد از این بتونین اون رو هم نگاه کنید. خیلی زیاد دوستتون دارم. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون.